شب حمله شب راز و نیازم شب فکر و مناجات و نمازم شب حمله شب پرواز روحم شب داخل شدن در فلک نوحم شب حمله حماس آفرینم جهاد بین اهل کفر و دینم ز بس در جبه آب و واسم شم تو گویی شام عاشورا سنجم خداحافظ کربلا انشالله بپا بالا دیگه بگش تایشو بگش اینان جنود خدا و مجاری تحقق اراده حق در سیاره زمین هستند و بار دیگر زمان در انتظار واقعی عظیم است. آنها خود را به پناه حق می سپارند و پای در عرصه‌ای می گذارند که عرصه تحقق بزرگترین واقعه تاریخ است. شب حمله شب داخل شدن در سفینه النجات سید الشهدا است که هر که در آن داخل شود نجات می‌یابد و هر که باز ماند در طوفان سهمگین هلاکت غرق می‌شود. چه گرفتنش؟ امروز گرفتن. امروز؟ حالا چیه میخوام بیرونش بیارم؟ سیم پیچیده فرش. آها میخواد سیما رو واکنه؟ از خط اومدین ها؟ بله. کجا بودین؟ ما تقریبا از ساعت 8:30 صبح قسمت پارو زدیم رفتیم تا ساعت 11 رابطه حملات شروع کردیم. ما قسمت سوکانی هم بودیم. بعد با کدوم لشکر بودین؟ وضعیت الحمدلله خیلی جالب. بچه‌ها وضعیتشون چطوره؟ وضعیت بارویه خیلی عالی هم دیگه رفت. عراقی اصلا خیلی ناجور وضعیتشون. همین که ما رفتیم جلو بس شروع بودن همین درجا فرار کردن. تعجب کنم عراقی چطوری هم. همین که ما رفتیم تعجب نداره دیگه وضعیت همین که رفتی تو خاک دوشگاه میزنن عجیب دوشگاه میزنن. بعدی که ما رفتیم تو خاک ریز همین که پیاده شدیم فرار کردن جوری شد 200 متر ما فاصله گرفتیم. روی بچه‌ها خیلی قوی، واقعا قوی ها. الحمدلله. انشالله که زودتر جواب. اصلا هیچ مقاومت نداشتن. خدا شاید ما با چند تا از این قایق‌ها بودیم رفتیم. موقعی که رفتیم بازی آتش شدید. اصلا ما بهش تیراندازی نکردیم. موقع وارد خط شدیم قسمت خط از چند برادران یه مقدارش بردیم ساحل بعد خودمون رفتیم با کلاش همیشه داشتیم. یکیش رو تیراندازی کردم یه بار دیدیم ماشینا فرار کردن. رفتیم وارد سنگر اولی گرفتیم. سنگر دوم گرفتیم میام تو رو دنبالش کردیم بالاخره رفتیم. چه نیروی زدن بازم داشت. یه موج بخورن بله. یه موج بخورن چی میشه؟ به اصطلاح چپ میشه ولی واقعا یه معجزه بود. یعنی وقتی رفت جلو با پا رو وقتی میومد به اصطلاح
نمیدونم چطوری عراقی ما ندیدن، کور بودن، خیلی تعجب کردن. این واقعا یه معجزه عجیب بود از خدا. هوام که الحمدلله همینطوری از روز عملیات گرفته است. مثلا واقعا تعجب کردم. نه ولی یه موجود چپ میشن ولی خیلی ما درست رفتیم. روشن کردیم برای حمل به سوال راحت رفتیم تکون نخورد. خیلی درست رفتیم واقعا. عجیب گشت. خدا حفظتون کنه. زنده باشید. خدا زنده باشید. شب حادثه سپری شده است و دعای شبانه امام چتر نصرتی است که جبهه های حق و جنود خدا را پناه داده است. کجا زدنش؟ آشش داره میره اون طرف. میره آتیش گرفته.
کجا زدنش؟ راشش داره میره اون طرف. میره آتیش گرفته. راش. آره. افتاد. چه ماش دارید؟ اگه خورده باشه خیلی خورد دیگه افتاد بچه‌ها دیدن خورده والی نه رفت. نه ما دیدیم یادش رفت. نه زدنی زد. همین خودش زد؟ آره دیگه همین. یکی گردن میاد. خیلی ماشاءالله دلی داره آمیر خشم. آخه بسم الله بگو. خدا خیرش بده انشالله. زدی بهش؟ بله جدی میگی؟ به امید خدا. اگه این دفعه اومد قشنگ دیگه این ما نبودیم زدیم، این خدا بود که موشک ما رسوند دعوت ما. انشالله. ما فقط یه وسیله ایم. سخن او تفسیر عینی این آیه مبارک است که ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. و چگونه است که یک بسیجی جوان این چنین بر معرجی پا می نهد که عرفاء سینه سوخته 70 سال را بدان راهی نیست. این من نیستم که هواپیما را زدم، خدا بود که موشک را بر تن هواپیما نشاند. سلام علیکم. خدا قوت. خسته نباشید. سلام باشید. خدا حافظ. عملیات در چند محور ادامه دارد و ما قصد داریم که همراه یکی از قایق‌های تدارکات به خطوط مقدم درگیری برویم. برای سلامتی رزمندگان صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الله خوشنودی آقا معظم جو با صلوات بلند دست کن. اینها سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند و موعود خیش را باز یافتند. اصحاب آخر الزمانی سید الشهدا به خونخواهی او آمدند و همین پیمان است که آنان را در زیر علم صاحب الزمان علیه السلام گرد می آورد، چرا که علم امام زمان نیز علم خونخواهی سید الشهدا است. یا لثارات الحسین، ای خونخواهان حسین علیه السلام گردایید. آذوقه میبری برای رزمنده ها؟ خدا خیرتون بده. چند دقیقه میرسیم؟ با خدا. یک ساعت چند الله. انشالله. اون که اونا؟ بله اون تانک عراقی. آفیسی زن بزن! بردانی آمد ما این برده را بودیم انشاءالله. اول عملیات حالا باشون بوده. بله خدا. از صبح چه خبر بوده؟ بله از صبح چه خبر بوده؟ حالا صبح بالا به تا تانکش نزدم، هم بار مهمات یه چند تا بوده زدم. الحمدلله خدا همه کمک کرده میکنه. اینا هم واسطن میزنن دیگه. خدا خیرتون بده. شما از کجا اعزام شدی؟ بله شما از کجا اعزام شدی؟ ما از قم. از قم
اینا که راهشون بسته شده دارن همشون فرار میکنن. الحمدلله خال ذلیل شده. حالا چند تاشونو با آرپیجی زدن؟ حالا 20 تا زدن تو جاده. بگیر الان دست فرار میکنه. بزن شروع دادن. تانکاشون هم تون در میرن. چرا رفتن جلو؟ رفتن جلو. این صدایی که میاد ولی صدای تانکاشونه؟ بله حرکت میکنن؟ بله مثل موش فرار میکنن. سردار قادسی هم همینه؟ آرپیسی بیا. خواهی فرار شد. از خود نه. پیدا دیدی؟ چه زدن این تانکا رو بچه‌ها؟ جمعش بالا شباب. زود دورو میزنن. کجا؟ بخواه رد بشه؟ آن کشاورز مهربان سمیرومی که 4 پسر و 3 دختر داشت خود را سرباز امام زمان علیه السلام می‌دانست و می‌گفت یا زیارت یا شهادت. از کجا اعزام شدی؟ از سمیروم اولیا. یکم سرتو بیده پایین‌تر فقط. قناسه هاشون کار میکنه. سمیروم اولیا. از اونجا اعزام شدی؟ بله. چند وقت جبهه‌ای؟ تقریباً 4 ماه. 4 ماه؟ 20 روز است. خب چند وقت اومدی تو این خط؟ تقریباً روز یک شنبه اومدیم اینجا. بله جز خط شکنی شدی؟ خط شکنی. خدا خیرتون بده. چیز جالبی اون موقع ندیدی برامون تعریف کنی؟ چیز جالبی غیر از این تانک عراقی را زدیم همه سال بشکه افتادن اومدیم پایین. اومدیم تو عراقی زدیم زاویه ساختیم اومدیم زدیم. سرتو فقط یکم بیاری پایین ما راضی تریم. سرتو یکم بیار پایین. زدیم و هی اومدیم. شما چند تا بچه داری پدر؟ بله. شما چند تا بچه داری؟ بنده 7 تا. 7 تا خدا زیادشون بکنه. چیکار میکنن اونا؟ بله. چیکار میکنن؟ 3 تا 4 تاش پسره. بله. 3 تاش دختر. میدونم کارشون چیه؟ همینجا بودیم ما سالا 2 مرتبه اومدیم تاونه. تو پسر تو تاونه؟ تاونه بله. من بالا اینجا بود رفت دوباره. خدا خیرش بده. دیروز اومد اینجا جمع که رفت هرموز اومد یه سری به من زد رفت. گفت خسته گفتم بنده خسته نیستم. آوازش یک من نیرو اومدم. شما قبل از اینکه بیایی چیکار میکردی؟ بله. شغلتون چی بود؟ شغلمون کشاورز جلوتر. بله. نیرو پیاده. یا زیارت یا شهادت. فهمیدی؟ باید یه سرش بکنیم. به یاری خدا و امام زمان ما کی هستیم؟ خدا امام زمان من که هیچ کسی نیستم. دوست داری امام زمان ببینی؟ بله. دوست ندارم. هم جمالش ببینم. محمد سرباز امام زمانی من یه لیاقت داشتم قبولمون بکنه ان شاء الله. برادر عزیز ما تو این سفرهایی که اومدی به جبهه زخمی هم شدی تا حالا؟ عرض کردم که یک ما تو اون خط بودیم. بله. همین چابا. درسته. به قمرگه ما تو خط بودیم بله. ترکش خورد تو پام تو کمرم خورد این دست من خورد. یه ما برام مرخصی نوشت گفت اصلا نباید بری تو خط. درست. برگشتم دوباره من 15 تا گفت پاد میفته گفتم جهنم.
من سر من فدای خدا، جان من فدای اسلام، همه چی من فدای اسلام کردم. فهمیدید؟ اومدم 15 روز تو خدمون تتمه داشتیم و برگشتیم اومدیم تیپ قمر 3 روز مرخصی بهمون دادن، گفتن عملیات. من فهمیدم که عملیات وساده نویسادم و درسته که این سفر رفتم، گفتم عملیات باید بریم تو خط مقدم شرکت بشیم ان شاء الله. آرزو ای امام زمان یاری بده پیمان خوب بشه که من توی راه دیروز همچین اومد که اصلا یادم نبود. خدا وکیل تانکاشون اومد؟ کجا؟ صاف کنم میاد. بزن تو ایفا، بزن تو یا زیارت یا شهادت. و گفته او تفسیر این آیه مبارکه بود که قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین. حالا اجرای دقیق آتش داشتیم رو شما؟ الحمدلله آتش کلا وضعیتش خوبه و از سلطنات چند تا ستون از تانک‌های دشمن که از جا در حال فرار بودن تلفات زیادی بهشون وارد شده. الحمدلله. چند تا تانکاشون زدیم؟ مشخصه تو جاده 4 تا اونجا زده شده، چند تا اینجا، 2 تا این جلو زده شده. کلا خیلی تانک زدن. بچه‌ها با آر پی جی با گله‌های کلا توپونه سبک و سنگین زیاد از تانک‌ها و وسایل خودرو و غیره زده شده. شما دوستمون گفتن صحبت داریم، این صحبتی داریم بفرمایید. ما دیروز یعنی قبل از ظهر بود تو سنگر نشسته بودم، بعد یه مرتبه حالت به اصطلاح هوا عادی بود، بعد دیدم که یه باد غیر عادی نسیمی وزیدن گرفت و یه مرتبه یه هوا ابری شد. بعد به یکی از برادرها گفتم برادر فعلا اصلا موقعیت ابر و باد نیست، فکر میکنم دشمن میخواد از گاز شیمیایی استفاده کنه. در همین حین بیسیم گزارش داد که آقا دشمن در فلان منطقه از گاز استفاده کرده و شما از ماده فلان استفاده کنید که این گاز خنثی کنه. بگوشم این مسئله گذشت تا وقتی اخبار شروع کرد گفت که آره دشمن از گاز شیمیایی استفاده کرده و باز گاز شیمیایی به طرف خود دشمن برده و تلفاتش الحمدلله به خودش رسیده. الحمدلله شکر خدا. خلاصه وقتی لشکری برای خدا حرکت کنه ملائکه خدا هم کمک میکنن. بله ما از اول اعتقادمون به همین بوده، یعنی ما با امید به خدا حرکت کردیم و این عملیات اصلا فقط به یاری خدا بوده. یعنی ما هیچ امیدی به جای دیگه نداشتیم. یعنی از آب حمله کردن و در مقابل تیربار و تانک از روی آب عبور کردن چیز عادی نیست و اصلا مافوق تصور انسانی که بتونه اینا باور کنه و این فقط قدرت الهیه که توی عملیات تجلی پیدا کرد و تونست اینطوری این کافران بعثی را خار و زبون کنه و انشاءالله به فضل خدا بتونیم به پیروزی نهایی نائل بشیم و این باقی مانده بعثیان رو انشاءالله به جهنم واصل کنیم انشاءالله. بعد شما تا کی تو جبهه میمونید، تو خط میمونید؟ ما تا پیروزی اسلام انشاءالله. یعنی برای ما مسئله عملیات و ساعت و روز اینها مطرح نیست. ما تا وقتی که اسلام در خطر باشه و کفر اسلام را تهدید کنه تا هر موقعی که میخواد باشه ما به یاری خدا در جبهه هستیم و گوش به فرمان امام. ما فقط اون چیزی که امام بگه، هر پیام امام بده با لبیک یا خمینی تمام فرامین امام انشاءالله اگر خداوند توفیق بهمون بده اطاعت بکنیم انشاءالله. سلام به امام برسید. سربازان امام زمان اهل ولایت و اطاعت هستند و سر به فرمان سپردند. بسم الله الرحمن الرحیم. پیام مهم فرمانده کل قوا به غیور مردان جبهه‌های اسلام به تمام رزمندگان. پیام مهم فرمانده کل قوا به غیور مردان جبهه اسلام، به تمام رزمندگان و آقای صیاد و آقای محسن رضایی بگویید که امروز واقعاً جنگ بین اسلام و کفر است. با تمام قوا بایستید و به هیچ عنوان سستی به خود راه ندهید. ما تا آخرین قطره خون خود می ایستیم، شما هم با تمام توان بایستید. برادر ما که داشتیم میمدیم با یه آمبولانس طرف خط، سرباز امام زمان اهل ولایت و اطاعت است و سر به فرمان دارد و میداند که اگر از مرگ نترسد دیگر شیطان و جنود او را تسلطی نیست و هیچ قدرتی نمیتواند او را از صراط حق باز دارد. ما آمادگی 100% داریم، یعنی تو هر جنگی در هر جای دنیا اگه انسان از مرگ نترسه دیگه هیچ خطری نمیتونه انسان را تهدید بکنه و ما میبینیم اینجا برادرها با کمال شجاعت بدون ترس و همه از مرگ و دشمن دارن
مقابله میکنند و 100% آمادگی دارند و انشاءالله تا هر موقعی که امام فرمان بدن ما آماده ایم و انشاءالله این حرکت را ادامه میدیم و امیدواریم که خداوند همچنان یاری کنه این رزمندگان اسلام را و بتونیم به اون هدفی که داریم، هدف نهایی که پیروزی اسلامه و سرنگونی کفر جهانی، که فعلا صدام حالت دست شرق و غرب، انشاءالله بتونیم این کافران بعثی را به درک واصل کنیم. سرت میره تا سرت میره میخوام بزنی. الان تانکاشو هستم میخوای بزنی؟ بله دارم تو ذات میره. خدا خیرتون بده. یاد خدا کنه که ان شاء الله بخوره. بیا اینو ببر. وای کارم. بزن. دیگه موشم. وای وای. دشمن با اینکه بارها تجربه کرده است که با آهن نمیتواند بر ایمان ما غلبه کند، اما چاره ای ندارد جز این که از همین طریق عمل کند. او میخواهد ما را بترساند. خوب این معنا را دریافته است که اگر ما بترسیم دیگر از ایمانمان کاری ساخته نیست. اما سربازان امام زمان از هیچ چیز جز گناهان خیش نمی ترسند. راست می گفت آن برادر عزیزی که دیدبانی می کرد: اگر انسان از مرگ نترسد دیگر دشمن را بر او تسلطی نیست. غروب آفتاب سر رسیده و دروازه اذان راه آسمان را بر زمینیان گشوده است. اصحاب آخر الزمانی سید الشهدا، سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، به نماز ایستادند، سر بر سجده می سایند و دست به دعا بر می دارند و این چنین با فطرت تسبیحی عالم وجود وحدت می یابند. اما من هنوز هم گفته های زیبا و حیرت انگیز آن روستایی سمیرومی را از یاد نبردم که می گفت: یا زیارت یا شهادت برادر.
یا زیارت یا شهادت. فهمیدی؟ باید یه سرش بکنیم به یاری خدا و امام زمان. ما کی هستیم؟ خدا امام زمان. من که هیچ کسی نیستم. دوست داری امام زمان رو ببینی؟ بله دوست ندارم. هم جمالش ببینم. محمد سرباز امام زمانی من یه لیاقت داشتم قبولمون بکنم ان شاءالله. برادر عزیز ما، تو این سفرهایی که اومدی به جبهه زخمی هم شدی تا حالا؟ عرض کردم که یک ما تو اون خط بودیم. بله همین چابا به قمر یه ما تو خط بودیم. بله ترکش خورد تو پام، تو کمرم خورد، این دست من خورد. یه ما برام مرخصی نوشت گفت اصلا نباید بری تو خط. درست. برگشتم دوباره من 15 داد گفت باید میفته بودم جهنم. من سر من فدای خدا، جان من فدای اسلام، همه چی من فدای اسلام کردم. فهمیدی؟ اومدم 15 روز تو خدمون تتمه داشتیم و برگشتیم بعد تیپ قمر 3 روز مرخصی بهمون دادن. گفتن عملیات. من فهمیدم که عملیاته و استاد نه استادمو. درسته. که این سفر رفتم گفتم عملیات باید برم تو خط مقدم شرکت بشم ان شاء الله. آرزو چیه؟ امام زمان یاری بده پیمان خوب بشه که من توی راه دیروز همچین اومد که اصلا یادم نبود. خدا وکیل. تانکاشون اومد؟ کجا؟ صف کنم میاد. بزن تو ایفا، بزن تو. برو مهمات. بهترین درود و سلاممون را نثار شما عزیزانی میکنیم که عازم جبهه های نبرد هستید و آن عزیزان سنگرنشینی که در این وضع خاص امروز دارند از حق و اسلام و میهن اسلامی ما دفاع میکنند. پاسداران، ارتشیان و همه رزمندگان دیگر. بارالها این انسانهای به تو پیوسته جنباز فداکار را هر جا هستند یار و یاور باش. خدایا این امت ما را که به این کمال نترسیدن از مرگ رسیده است همچنان در راه این کمال استوار بدار. بسیجی عاشق کربلاست. به کربلا را تو مپندار که شهریست در میان شهرها و نامیست در میان نامها. نه، کربلا حرم حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین علیه السلام راهی به سوی حقیقت نیست. کربلا ما را نیز در خیل کربلایان بپذیر. ما می آییم تا بر خاک تو بوسه زنیم و آنگاه روانه دیار قدس شویم. گوش کن به خاطر پایداری